خب کاکا یوسف مشنوم در طویل ما چی میکنی؟ ما برای چیز آمده بودم. برای چی آمده بودی؟ چرا گنگه شدی؟ بگونه چرا قسم بی خبر و بی سر و صدا آمدی؟ ما راستش جمال ها کدوم مشکل است؟ اگر کاکا یوسف گپ زده بتانم میفهمیم که کدام مشکل است یا نیست. نوسته گپ بزن، چرا صدایت بلند میکنی؟ ما میخواستم بگویم که بازوی مرا بیبی از دیروز تا هنوز همون توزان مانده، ثواب میشه بچه. اما یوسف کاکا وقتی به خاطر بازویت خپ و چپ اینجا آمده بودی یک صدا خود سر من میکدی نه؟ چه قسم صدا میکدم؟ به قریه دار نیازی میگفتم که الان بتا بیاز ما و شما بین خود کلان دشمنی داریم، میخوایی دیگران ببینه. دستم فکر کردم که شاید نبینی، از او خاطر همون تو بی صدا آمدم اینجا. ها از او خاطر؟ حال زود شوی بازوی مرا بیبی که بسیار درد. خود درست است میبینیم. بیبی آف یارا یوسف کاکا تو با این وضع چطور میگردی؟ یعنی اینقدر دست درد نکنه؟ چطور دستم درد نمیکنه؟ از خاطر این درد آرام ندارم. خب اگه قضیه درد نکنه من در این وضع اینجا چیزی کده نمیتونم. تو باید یک جای هموار و صاف خو شوی، ده اینجا خواهش نمیشه. خیلی بیا که خانه ما بریم، ده اونجا بیبی دور از چشم مردم. درست است میریم. جمال ما باید امروز با عمده فروشی بریم. عمده فروشی چیز یوسف کاکا تو هم بیا باز از اینجا بریم. خیلی درست است بریم. درست است بریم. بفرمایید کاکا یوسف شما اول بریم. درست است ما پیش شما. برای خریدن کدام چیز میریم؟ چی گپ است؟ پدر کجا رفتی؟ کجا میرم؟ خانه میرم دیگه. خب حالا مده اینجا چی کنم؟ چیزی را که باید میکردی انجام بده دیگه. میخوایی چی کنی؟ خب این پدرها را چی کنم؟ اونا را یک کاری بکن دیگه. چه قسم یک کار کنم پدر؟ خب یک چیز بکن. چی کنم؟ بچه احمق میگم که حلش کن. خب یعنی میگی که با گوابتم؟ ما میره میگم حالا چیزی که گفتی انجام بده. حالا تو و خدایا بیاین. دکتر کجاست؟ پیدایش نکردم. روز خوش. درست است اسما، در فکرش نباش. صبر کنین اول جمالی بازی مرا به جای کنه، بعد از او رفتم میارمش دیگه. من نمیخوایم پدر. دختر کسی از تو پرسان کرد؟ توبه اسما برو روغن زیتون بیار بدم. حالا دیگه یوسف کاکا این طرف بیاین لباس هایتان بکشین. باز دراز بکشین. درست است؟ بسیار سردست. چطور است که نیایم؟ دا آفتاب زیاد گرم آمدی از او خاطر بیا دیگه. حالا خدایا توبه کردیم. چطور شد که ما اینجا آمدیم؟ بیا چند دقیقه آب باش عادت میکنی. او قدر هم سرد نیست. یا خانم نال من همیم به خدا مرا یخ میزنه لطفا. او قدر هم سرد نیست. مرا یخ میزنه خانم نال. مرا یخ زده. واقعا؟ بله به خدا طاقت نمیتونم. درست است. آفرین به این فکرت بنیامین. اوه دخترای شیرین، دخترای مقبول چی میکنین؟ بازی میکنین؟ بسیار خوب. این بیلچه را بته؟ نه خیر. دختر پس میتم؟ نه خیر. دختر بته که یک دو دقیقه بازی کنم؟ چقدر گشنه سیره خونه میخورم؟ نه خیر. توبه حالا قلتان خراب میکنم. من عصبانی کرده اینه خرابش کردم. بگی دختر اینه بگی بدرنگ. خوب میشی. کم جا بجا شده اما تو فشارش میتم. حالا خوب میشی کاکا یوسف. شورش بته ببینم. تکان میخوره. تکان میخوره. جمال آفرین به تو. ایره بگه دست تا پاک کن. یکن کاغم بیار. ما برام دکتر دندانه بیارم. کجا میرین کاکا یوسف؟ همیال نو بازویتان جور شده. تو کمی دراز بکشه سرعت کن. ما بیازم اون طرف میریم. اورم روان میکنیم. صحیح است؟
درست است. خب دیگه روزتان خوش. روز خوش. روز خوش. تشکر جمال. دست درد نکنه بچم. اوف خدایا شکرت. Nereye gitti? Denizde de yok. Ay şapkam da uçmuş yere. Dalıma bastın. Allah şaka yaptık dedik ya. Ne yapıyorsun orada? Dalım gitti ya. Ya şaka yapayım. Ya, sinirim bozuldu. تشکر دکتر. چطور ببینی؟ دکتر صاحب کارا چطور پیش میره؟ خوب است. کم زیاد است. نوبت کی است؟ نوبت ماست. بسیار هیجان درست است. سلام علیکم. علیکم سلام. بفرمایید بشینین که براتون نوشیدنی سرد نه بیاریم. خیر تشکر نمی نوشیم. ها قریه‌دار ما بسیار عجله چی داریم. عجله دارین؟ کدام جای رفتنی هستین؟ بله به عمده فروشی میریم. دوازل شیر گوا 25% اضافه بله. خدا تو رو دقیقا بخواد گرفتار کنه صدیق. گوا رو دیدی؟ باز میگه که گوا در موسیقی کلاسیک چی میفهمن؟ میگفتم اما او اروپایی است. یعنی موسیقی اروپایی و 25% معمولی است. صحیح سوم راست میگی. از خاطر که گوا در حالند متولد شدن معلوم میشه که در ژنشونه. انگوش نیستن؟ نه خیر انگوش نیستن، چرا که گوا اینجا قوی هستن. هر گوا را در اروپا روان میکنن. یا انگوش منگوشه بانین بس از دیگه گفتیم که بسیار عاجل است. آمدیم که دکتر صاحب خانه کاکا یوسف روان کنیم. دندان کاموران بسیار درد میکنه. این قسم بینوبتی نمیشه. باید نوبت بگیرین بچه‌متون نمیشه. نوبت ماست بیاد. بچه‌م نوبتی چی میگم که دندان او دختر زیاد درد میکنه. خریدار صاحب میگن که وضعیت عاجل است. چی گفت است برام بگوین؟ کاموران دختر آقا یوسف کرد. درست است فهمیدم. کاموران نمیشناسم. بیرایش بسیار پوندیده. اگه آقای محترم اجازه بده میرم میبینمش. تو را میگه بچه؟ مرا آقای محترم گفتی؟ ما گفتم خیلی جمال میگی. برو دکتر جان برو. بیا زودم نایمده وقت دکتر ندیدم. کم دیگه منتظر میباشم. میتونی بری دکتر جان. خب جمال ما باید بریم که به کارهای خود برسیم. درست است بریم گل. روز خوش داشته باشین. خداحافظ. بخیر بری. خداحافظ. حسنو چی کدی بیادر؟ گوا همراه موسیقی کلاسیک خوی گرفتن یا نه؟ ها بیادر گرفتن. مو هو 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 هو. صبح تا دیگر همین قسم کدم منصور تو را دوست دارم. اگه نه دانو بینی تا یکی میکن. خب اما دروغ نیست بیادر. وقتی مثل ما یک آوازخوان در اینجاست و حیوانات چرا موسیقی کلاسیک میشنوانی و اونا را بیگانه میسازی؟ موسیقی کلاسیک یک نواخت است. گفتم یک نواخت است. اتو که شبه گوام فکرشان یک نواخت میشه آقا حسن. اما آهنگای مایتون نیست ها؟ شیر و شکر است. مست و ملنگ است. حوصله ندارم گپای ناق بشنوم. به خاطر که شما همسط من هستید. افسوس به حالتون. از خاطر موسیقی کلاسیکت مرا بین کلگی شرم انداختن. سر جمال که گپ نزنین. میفهمین که اون نظریه از ما بود. تو را چیز نگفتیم دخترم. درست است تو رئیس هستی اما بیشتر از تو ما دیبارا میفهمیم. موسیقی را به گوا چی جانم؟ پدر به نظر من بهتر است که پیش قضاوت چرا نکنیم. میگی موسیقی تازیر کردم؟ بله به خاطر که ما از شیر 25% بیشتر مسئول گرفتیم. راستی؟ بله راست میگم. بلا که همونطور است. نترس چیزی نیست. نترس. شما چرا خیلی نارام هستین؟ محکم گرفتیمش. او را خود دیدم اما چرا محکم گرفته؟ بسیار ترسیده. اما کاموران دلیل برای ترسیدن نیست. من فقط تو را معاینه میکنم. بیا زده کدوم چیز ضرورت باشه تمام لوازم در قریه داری است. میتونیم اونجا بریم. از اون خاطر بهتر همی است که شما مرا همراه مریض تنها بانه. تو هم نترس لطفا.
دختر گپ دکتر صاحب شنیدی؟ حالا دیگه اسما نورتن حالا دیگه شما از اینجا برید. آی مادر من تنها لطفا صبر کن دخترم چیزی نیست مادر جون. برو دروازه رو بسته کنه. یا ترس دختر بیا. آرام باش. چیزی نیست. این رو باز میکنم درسته؟ باشه بیشتر خود سرمن خنده میکده. حال خانم گل با شما بعضی چیزها رو میگم ببینم وقت بشنوین بازم تی خنده میکنین. خب دیگه خانم گل بفرمایید. میخوایم بگویم بگو. از خاطر موسیقی کلاسیک شیر گوا از گذشته کنه 25% بیشتر شده. نه چیزی امکان نداره. راست نمیگم بیا. چه قسمش هست که با موسیقی شیر زیاد شوه امکان نداره. فکر کنم اینا نفهمیدن به خاطر که کاکا علاودین درست بفهمه یک بار دگام تشریح کن ببینم که میفهمه یا نه. زود باش دیگه بچه برش بگو. تشریح میکنم پدر جان. علاودین بیادر تو هر روز صبح میامدی که 2.5 تن شیر ببری اما طور نیست؟ حالا 3 تن شیر برات آماده کردم میتونیم. از او خاطر بعد از یک موتر بزرگتر بیار که برات کدام مشکل خلق نشه. راست میگی جمال بچه. کاکا علاودین ما کدام وقت ریشخندی کردیم ها؟ نه خیر ما دروغ نمیگم. معذرت بخوای خواستم یک فضیلت دارم. معذرت میخوایم مسنو. آقا اسنو اینقدر غرور داشتن هم خوب نیست. من خودم تا بالا ایران مانده بودم چطور تو گپ نمیزنی بچه؟ آخر به گپ زدن شروع کردی. با تو یک چیز میگم وقتی که ما با این موسیقی کلاسیک عادت کردن ما این فایده از 25% به 45 و 50 میرسانیم. زیاد میشه. بله خوب است دیگه انشالله. آمین. ماشاءالله امروز بسیار زیاد خوش است. بسیار خوب. حالا دانتا درست باز کن بگو آ آ آ گوش کن تو بداو بچیم بداو ما دویدن نمیتونم. درست داره اگر ما میدویدم بداو بچیم بداو. حال به دندانای من تو میشه. آیا آقای سالم نوبت من هست منتظر باش. حالا دقیقا منتظر باش کن. گوشتی ما آدم خوبه که نامشه بگیری پیدا میشه. اما یعنی چی؟ میخو پاسم محصول ما زیاد شده. ارباب باید با کلگ شیرنی بته. با کلا ما یک نوشابه گازدار باید بگیری. خواهش میکنم من ارباب نیستم. ارباب خانم گل است. از زیبابادی خانم اربابم. در اون صورت من و کلتون یک نوشابه میگیرم. قلب خانما بزرگ میباشه. امروز نوشابه‌ای که در اینجا نوشیده میشه پولش هم من میتام. دختر به خدا گرفتی ما را که توی قبرشان فرصت نته اینا که فرصت پیدا کنن تا که میتونن میرشن. خصوصا اون آدم بروتیری میبینی من دیدمش یک بار کارتن خلاص کرد با چشم. خیر است مهم نیست بنوشه. الله تو خدا چی شده؟ مثل اولی از اونجا خیزت به خدا. چی که پسی دکتر چرا پشت کامورا نگرفته؟ قسم میدوه که بالا سر پشت پشک بدوه. تو چرا هر دفعه مرره ها کده میری؟ دختر اول آدم واری گپ زدن یاد بگی. دختر بهتر بیا. تشویش شدم کمان شاید دیدی. والا پدرم صدایم کرد تو تیجی چرا پدرت صدایت کرد؟ خب یک عملیات مخفی داشتیم. او چه قسم عملیات است؟ گفتم که مخفی است. از نامش نفهمیدی؟ از ما مخفی است؟ ها والا از تو خود کل چیزت مخفی است. هیچ اصرار نکن. چرا؟ به خاطر که ما قسم خوردیم. مردا سرگپ خود استاد میباشه. کمال مرگ کمال. گفتم که مخفی است. خراب باش دیگه. کمال کلمه خراب نکن. گفتم که قسم خوردیم دختر. ها چی گپ است؟ دکتر چرا خواهر مرا میدوونی؟ چی گپ است؟ استاد جای نگرد من میده تقدیرت میدم. لطفا ندونیش کمال. خواهرت چرا فرار میکنه جناب؟ چرا میگردی؟ تو چرا سر من چیغ میزنی؟ چرا همراهی ای هستی ها؟ والا ما تصادفاً سر خوردیم. کامران خواهر و دکتر دندان تعقیب میکنه. شاباش دختر گپ نزن. زود باش بگو اینا چرا میدوند؟
ای والا مام نمیفهمم. جلال نفس ما خو سوخت و پشتشون بدم. حالا دختر ما تو باید بریم. صبر کنین این اومدن بگیرشان. خواهر صبرش کن. موقع بیا. آیتن بیا بدویم حالا. درست است جلال بدو. خواهر به این شکل سلطان مادر نواسه مقبول تو و شیر بچه ما با هم یک جای شدن و با اون موسیقی گی کلاسیک از گوا 25% بیشتر شیر کشیدن. ده ظرفا ده تانکرا ده ظرفانه ده تانکرا کلش از خاطر نواسه مقبول من. البته وقتی بچه ما و او چی با هم یک جا شدن یعنی دست به دست هم دادن به تلاش هر دویشان ماشاءالله این موفقیت به دست آمد. کل چیز دختر من انجام داده فهمیدی؟ از او خاطر اتو شد. من حال تصمیم گرفتم. حالا باید بر زمینا. بر زمینا؟ بله. حال کارش از طویله خلاص شد. کل چیز درست شد. چند روزان بر زمینای یوسف ببینم. کمی هم مسئولات اونجا را زیاد بسازه. اما سلطان مادر به نظر من هنوزم بسیار کارهای طویله باقی مانده. اما تو نیست؟ بله مادر کلان ما این کار نو شروع کردیم. دخترم دیگه ده طویله چی میکنی؟ گاوا ده اونجا موسیقی گوش میکنن و شیر میتن، غذا میخورن، سرگین میکنن. میخوایی بعد از این سرگین خوش کنی؟ من گپ خدا گفتم بعد از این طویله نمیری، میری به زمین. سلام سلطان مادر. سلام. کامران یک کمه از معاینه کردن دندان ترس داره. دخترم چرا میترسی؟ از این میترسم. اما از چی میترسی دختره؟ گفتم که از اون میترسم سلطان مادر. او را نمیگه. سلطان مادر میگه که چرا از دکتر دندان میترسی. اما تو نیست سلطان مادر؟ دندان من میکشه. کامران من دندان تو رو نمیکشم. من فقط معاینت میکنم. با اینا چه قسم میتونم دندانتو بکشم؟ بله کامران چیز قابل ترسیدن نیست. من قبلا چندین بار دندانم پیش کانجور کرده. نه من نمیخوایم. بیبی دختر حالا سرت قار میشم. دانت باز کو که دندانایت ببینن. بسیار یک دکتر خوب است. بسیار خوب معاینه میکنن. حالا دخترم از دستایش محکم بگی که دندانایش ببینن. توبه محکمش بگی دختر نگره. کامران توبه تو چرا میری؟ راست میگی. من چرا میرم؟ آخر گیرش میکنم. بله گیرش میکنم. بس از بگم. جلال از پشت خواهرت دویده نفسم برام. جلالا خب خواهرم از نفسم برام. دیگه حتی نمیتونم یک قدمم بدوم. چی دروغ بگویم؟ به خدا ماما میتونم. از خاطر خواهرت و دکتر نتونستیم یک جمله گپم بزنیم. راست میگی جلال. استاد شو دیگه. هیچ طرف من نبین. من نمیتونم بدوم عزیزم. مام نمیتونم بدوم جلال. دیگه بهتر همی است که به پدرم خبر بتون. بریم. زنده بادی فیا. جمال بخیز بیا در بیا.
نه خیر بیا. چرا نمیایی؟ بیا دیگه. نه نمیایم. چقدر مقبول میخوانم. گفتم که نمیایم، نمیخوایم قریه‌دار، نمیخوایم. برو چی شده بچه؟ نه قریه‌دار، فکرم بسیار مغشوش است، هر چیز در فکرم میآید. چرا؟ خب گل او کانداکتر دندانه، فکر میکنم بسیار قبل میشناسه. از کجا فهمیدی؟ در خانه سلطان مادر گل به کاموران گفت که من قبلا پیش کان رفته بودم و دندانای من جور کرده بودم، هیچ ضرورت نیست که بترسی. اتو گفت تو بکدیم خدایا واقعا رو نمیشناسه؟ نمیفهمم، از همون خاطر فکرم پریشان است. بخزنی پیا، بخزنی بچه. زود موبایلت بکش، برای سنگ بزن که چی میگه. عجله کن بچه. قریه‌داری یا کاری است که با تلفن حل شود؟ در صورت اینجا با خواهش حقیقت ازش پرسان کن. چی قسم پرسان کنم؟ یعنی چی که قسم پرسان کنم؟ آدم باری پرسان کن. تو سوال کن بان که درباره جوابت فکر کنه. سرمایه تو کن. زنگ بزن. خواهر بزرگشان با خیلی درست هست. من اینجا برای شب را رقص میکنم. نه با تو رقص میکنم. بخوای زود باش نگاه، تو رقص میکنم. درست است، رقص کن. رنگ اصلیشم تو می باشه دختره؟ او خدا، من در سن رسیدم تا حال قسم جای ندیدیم. میبینی؟ دگاه عکس داره دختره؟ ببینم. واه واه، بسیار جای مقبول از دختره. بله گل سلام، چطور هستی؟ خوب هستم، چی کنم؟ در خانه شیشتیم. پس در خانه هستی. من به خاطر این مزاحمت شدم که بگویم همراه وسایل سفید میریم شب. میخوایی که بازم پوخانه را رها کنیم؟ نه پوخانه را رها نمیکنیم. امشب مهتاب 14 است، ساحل بسیار مقبول میشه، یک جای میشینیم. آی بسیار خوب میشه. در اون صورت من پشتت میایم. درست است. چیز به نهال خواهرام بگو او هم بیاین. اما او در خانه نیست. اگه میگه منتظر اون میباشم باز یک جایی میاییم. درست است. چی وقت میایین؟ نمیفهمم. درست است. در اون صورت تو منتظر نباش. من حالا در دریاچه هستم، به طرف میدان قریه میایم. تو هم اونجا بیا. درست است. خداحافظ. درست است. خداحافظ. چی شد جمال؟ میاین اما تنها گل میاین، نهال نمیاین، چرا که تا حال خانه نرفته. تو بیشی و این موضوع را با خود تحلیل کن. درست است؟ صدقه بروتای چوام. خداحافظ دیگه، من رفتم. خدا در غضب خود گرفتارت کنه. حالا من چی کنم؟ در این وقت شب در بیرون چی میکنه؟ بنوش قریه‌دار بنو. بیار بچه بیار. دکتر دندان چی کرد؟ چی کنه پدر؟ دندانم معاینه کرد. خود چی گفت؟ گفت فردا دوباره بیا. گفت فردا دوباره بیا. درست است، باز فردا برو. خدا! چی شد ازنکه؟ کاموران از خانه فرار کرده. کاموران فرار کرده؟ از ما زنگ زده بود، گفت که کاموران دیدی. تو مطمئن هستی؟ مادر صدقه چم آرام باش. من خواهرم دیدم، هر طرف میدوید. من تا بسیار جاها پشتش دویدم اما خسته شدم، اما بازم خواهرم میدوید فرار میکرد. جواب نمیته. به خدا پدر، نفسم از خستگی برآمد، نتونستم از پشتش بدوم. اما تا که میتونست میدوید، دکتر دندانم از پشتش میدوید. خیر است پدر، کامران خواهر همونطور است. چی وقت تلفن جواب داده؟ تو هم راست میگی. نورتن تو برش زنگ بزن، شاید از سور جواب بده. پدر من زنگ نمیزنم، شاید چیز بد بگویم. چرا چیز بد بگویم؟ حالا یک قفاق زدم باز خود فهمیدی. درست است پدر، زنگ میزنم. جواب نمیدم. تو به خدایا. اینه به خیر رسیده. با خدا سرم ناوقت شده. توبه. بسیار تشکر. یک روز فوق‌العاده بود. خواهش میکنم.
چی شده؟ اما چهره تو بسیار سرخ شده. اگه خدا ببینی میترسی. هیچ گپ مرا گوش نکردی. اما الان مرا چیزی نمیشه. در روز اول کم سرخ میشم. فردا صبح سفید میشم. بسیار مقبول میشم. میگی مقبول میشی؟ بله. تو خب معلوم نمیشه بازم هرچی خدا بخواد. بله بله. رویت بسیار داغ است. درد میکنه اما تو نیست؟ با خدا راست میگی. کم فشار بده. اما جون درد نمیکنه. هیچ درد نمیکنه. واقعا خیلی خوب است. خوش شدم که خوب هستی. خوب است ولی اگه مرا بلام بزنه تشویش نکن. درست است. خب پس شب بخیر. خدای نفسه برآمد. جلدم از کار رفت. به خدا این یخن قاقم در جانم چسبیده. خدا خانم برام چی بگویم. آی خدا دستکایش تو لطیف بود. روی من لمس کرد یخ خرق شد. آخر دخترم از خانه فرار دادین. باید او رو بپالین. چرا نمیپالین؟ بس است دیگه چک فقط که ما فرار دادیمش. از دکتر ترسید. کسی گپای تا بشنوه فکر میکنه ما کدام کار کردیم. پدر از خاطر جمال روحی او خراب است. چی فرق میکنه که از خاطر کی بوده؟ بالاخره فرار کرد. دختر مقبولم خدا میفهمه حالت کجاستی. اگه با کدام آدم لاوبالی سر بخورد چی خواهد شد؟ بدتنهایی دخترم چی خواهد کرد؟ توبه. اگه کسی بشنوه چی میشه؟ کی همراه دخترم عروسی خواهد کرد؟ چوب باشتن جیغ نزن. یازو بین کل قریه شرمنده شده. فقط که کسی میگیرد. توبه اساس باس از گریه نکو. مرام بیشتر از این جگرخون نساس قربان چوام. باش ما با پلیس زنگ بزنم که اعلان مفقودی بتم. بله حوزه پلیس است. چی گپ هست؟ خسته شدم. میرم قدم میزنم. زیاد دیر نکنی فهمیدی؟ بیخی سیست. برو. خداحافظ. خواهر اما منتظر بدم که برام زنگ بزنی. دختر تو کجاستی؟ نمیفهمم که چه قسم پدرم قناعت بسام. نمیگو اما من خوب هستم. دم نستم. و مادرمان بگو که به تشویش من نباشه. دختر تو بسیار کار اشتباه کردی. بیبی پدرم با پلیس زنگ زده تو را پیدا میکنه. با پلیس خبر داده؟ خدایا مرا در اینجا کسی پیدا کرده نمیتونه. من موبایل من خاموش میکنم. اگر نه از طریق موبایل پیدا میکنن. دیوانه موبایل قطع کرد. کمال بگو چی میگی؟ تو چی میکنی؟ کورستی نمیبینی؟ او را پایین کو اگر نه از پیشت فایل میشه. ما بیازو تصمیم ما گرفته. خوب کرد. حالا گپ ما خوب گوش کن. کامران خواهر مرا میگیری. بازم همون موضوع کمال. من کامران خواهرت نمیگیرم. توبه تو چی میکنی؟ مرا همراه اسلحه میترسانی؟ نمیترسی؟ نه نمیترسم. میفهمی که اگر ما مشارکت کنم چی میشه؟ زیاد که شود تابلوی پشت سر من میزنی دیگه چی؟ احمق هنوزم سرمرش خندی میکنی؟ اینه چی کردی؟ با مال دولت ضرر رسوندی. مال دولت سوراخ کردی. اسلحه را آدم همو تو میگیره احمق ها؟ آدم همو تو نشان میزنه؟ یک دقیقه صبر کو. او را بلند کو. صبر کو دستت بلند کو. اونجا حرف ای است میبینی؟ خوب نشان بگیر. حالا بزن. دیگه دزد کیستی؟ دزد بگیره. نمان فرار کنه بگیرنش. چیزی نیست. خیر و خیرت است. کمالم است. کمال برش تمرین میدادم اما مرمیاش خلاص شد. اما تو نیست کمال؟ بچیم دست سر کدام فایر کردن یاد میگیره. اگه پلیس بیایش میکنی ها تو رو میبرن زندان.
اتو نگو نیازی جان صد قیب شوم. حالا تو هم گفته بودم نیازی بیادر لوده تام. کرا چی قرازه؟ برو طرف خانه. برو کنه شو. سیز برو میگم او بچه برو که نمیخواد برو بکر خدا کده برای کومیز تو با تو. شما کجا میرن بیادر؟ دیگه کجا بریم؟ طرف خانه میرفتی. بریم ما همون طرف میرفتم. دخترم من تو را گفتم که برو چکر بزن، اما نگفتم که تا این وقت شب در بیرون باش. مادر کلان دساتیری و چکر نفهمیدم که وقت چه قسم تیر شد. باید بفهمی دختر مقبولم، باید بفهمی. مادر کلان شیرینه. از طرف روز خو نفر زیاد می باشم. من دوست دارم که از طرف شام بدون کدام سر و صدا آرام آرام داخل آب شوم. مام رفتم و بازی کردم، برآمدم، خدا خوش کردم، اقرا دوباره آمدم. کمن وقت شد سرم. دختر مقبولم اینجا قریه است. گپ مفهمیدی؟ آدم قنا وقت نمیکنه، اقا چکر نمیزنه. شیرینه درست است. بعد از این چکر نمیزنم. اگه چکرم زدم وقت نمیکنم. کافیست که خوش باشی. خودگه دخترم برو بالا حمام کو که راحت شوی. حالا درست است مادر کلان. دختر مقبولم زیاد سرش گپ زدم؟ نه مادر کلان تشویش نکن. چطور تشویش نکنم دخترم؟ قار شد. آی بسیار مقبول است. بحر، ریگ، مهتاب. من خوب برات گفته بودم بسیار زیاد جای مقبول است. آی احتیاط کن. خوب هستی؟ خوب است. بهتر است که از دست تو ما کم بگیرم. به نظر من بهتری است که بریم یک جای آرام بشینیم. درسته. بریم. توبه یا رسول الله. دختر خواهرت کجا بود؟ چیزی گفت برات؟ چیزی نگفت. گفت من خوب هستم شما با تشویشم نباشید. باز برش زنگ بزن. مادر زنگ زدم اما موبایل خودم خاموش کردم. احمق. بیایم من همراهش میکنم. تو براش درس بتون که دیگه یادش نره. اوف نگو یوسف لطفا. قصرش فشار نیاد. نیازم میکنه که اعصابش خوب کنی. از خاطر رو بین مردم شرمنده شدیم. گوش کنیم. هیچ کس نباید بفهمه که فرار کردن. در قریه هیچ کس نباید بشنوه. فهمیدین؟ سلام، شب کلگی بخیر. تو را چی شده بنیامین؟ پرسان نکن نورتن. آب جوش سرم افتید. چطور آب جوش سرت افتاد؟ میخواستم با خود چای بگیرم. هیچ فکرم نبود جانم تا که چای پرتام دستم شور خورد و چای جوش کلش در سرم چپه شد و سوختم. من برات ماست میارم که درویت بزنی بچه. درویش کریم دندان بزنه مادر. خوب گفتی هر دوش یک جای حالا زود شوین دامادم دوازه خوب نیست. بیا اینجا بشین. هرچی میکنین ولی از خدا زودتر کنین. درد داره. درد گرفتم با خدا. زیاد درد داره؟ احتیاط کن نورتن. احتیاط کن. خدایا. ولی زیاد درد داره. توبه. 11 موهای ریگ است. دستت آویزو کوچوچه. توبه. مدد علیز دویدم چیخ زدم که در گرفتم. مردم فکر کردن که ما واقعا در گرفتیم. باز ریگ آوردن و در رویم زدن. از همین خاطر کل جایم ریگ پر شد. مرا ببین تو با این روی سوختگی تا این وقت شب کجا بودی؟ توبه نورتن در بخش عاجل شفاخانه بودم. ده اونجا تو را تداوی نکردن؟ تداوی کردن زنده باشن. کمی یخ در رویم گرفتن خوبتر شدم اما دکتر سوختگی نبود. فردا شب میآید. مام فردا شب پیشش میرم. فردا شب خب ما میریم به خونیه. یادت هست نی؟ نورتن درست است میفهمم. میریم توبه. نمیبینی که در گرفتیم؟ آماد بچیم
و تو یک چیز گفته بودم او کار حل شد. پدر توبه او کار خلاص است. مرا چی فکر کرده؟ ماشاءالله بچه. پدر مرا چیزی بگویه و من عملی نکنم. تو شعر مستی. پدر چی میکنین؟ میفهمی که کل جانم در گرفته. بچه من تنها فکر کرده بودم که رویت سوخته، پشت سرتم سوخته. پدر پشتم کل جایم سوخته. خدا. گوش کو بنیامین، این چه قسم امکان داره؟ رویت که سوخت پشتم درد دادی که بسوزه. احمق هستی ها؟ دختر تو چه قسم گپ میزنی؟ خودت احمق هستی. توبه خی چی میکردم نورتک؟ وقتی که چای جوش سرم افتید رویم کل جایم در گرفت. توبه از درد زمین افتادم، چای جوشم در پشت سرم افتید. نورتن سر دامادم گپ نزن. این داماد یک دانه است. زنده باشی پدر. انشالله که همیشه به تو بگویی. آمدم داماد، آمدم. بخیز والا بیریان شد. جمال، ما و تو عکس یک جایی نداریم. عکس بگیریم؟ نه درست است. یکی دیگه لبخند بزن. آی هیچ خوبش نامده، اما این مقبول است. این در فیسبوکم میمانم، یعنی اگر تو مشکل نداشته باشی. نه چرا مشکل داشته باشم، میتونی بانی. درسته. گلسوم دایی وقت از خانه برآمد، نمیفهمم کجا رفته، خبر ما برام نداده. توبه مادر کلان ما او را نمیگم. درباره این حال خواهر که گفتی از او خاطر گفتم چیز نمیشه. چطور چیز نمیشه دخترم؟ تو بگی برش زنگ بزن، بیبی که گلسوم کجا رفته. حالا زنگ بزن بگو برش زود خانه بیایه. خواهرم در ساحل سفید است. تو از کجا فهمیدی؟ یک عکس مانده مادر کلان بیبی. توبه جمالم امرایش است، چیز نمیشه، تو تشویش نکن جانم. تو فکر میکنی؟ البته مادر کلان بالاخره خواهرم از استانبول آمده. حادثات که در دقیقه استانبول سرت میاد اینجا سر آدم در سالم نمیاد. تو راحت باش جانم. خی توی قریه را دوست داری اما تو نیست؟ راستش هنوز در حال تصمیم گیری هستم. من باید ای باره درست فکر کنم، یعنی میخوایم نقاط مثبت و منفیش فلوده فلوبانا. ایره بیبی ای خورترکه بیبی، دختره آهو چشم من چی گپای مقبول میزنه، چون تو آدمای پختوار گپ میزنه. خود دیگه برو خوشو، ما میرم خو میشم. تو ایره پس در جایش بار. درسته باز برو زود خوشو دخترم. درسته میخوابم مادر کلان. شب بخیر. شب بخیر دخترم، شب بخیر. بیرون برای مرغابی مقبوله. اوه ای خدا. نورتن دانم امردار ساختید در گرفتیم به خدا. آیسته 11 یک کمی هم در برود باید بزن مقبول مالو میشی. چوچ از زود از این یه برو زیاد گپ نزن احمق. حالا دیگه کلگی با اتاقای خود برن. دختر من تناده کجا مانده و تو میری خواب میشی؟ در این وقت شب کی ده بیرون است؟ کامران خواهر. راست میگی. کامران کجاست؟ بعد از به خدایی دختر باز از خانه فرار کرده؟ نه لوده، دکتر دندان دید ترسید در کدام جای پوچ شده. برین شما خواب شوین. برین دیگه، ما همراه دامادم کمی قصه میکنم. برین حالا دیگه، حالا برین زود شوین. برین زود شوین. برین. زنده باشین قربان دستایتان. زنده باشین. خیر ببینید. زنده باشی مادر. خدا از تو راضی باشه. زنده باشی خیرشون. یا پدر ولایی تو نمیشه. کاموران دمی وقتا شاید در راسه خشاوندای ما شوه. در این وقت شب در بیرونا چکر میزنه. اگر سرش کدام بلا بیایه به خدا ما بیاب میشم. چرا سرش بلا بیایه؟ پدر بدترین احتمال، درباره بدترین احتمال فکر کو تو به خدایا. اگه تو شب روز اول دختر پس به خانه روان میکنه. باش لوده، دانت به خیر باز کو. گوش کو، کامران از دکتر دندان فرار کرد. کدام جای پوچ شده، اما هیچ کس در این باره نمیفهمه. تو هم به کسی چیزی نگو. درست است چیزی نمیگم. توبه. خوب گوش کو داماد. ما هم میخواستم درباره داماد قونی همراهیت گپ بزنم. او چه قسم یک آدم است؟ یک بچه دی برده همراه 5 ستاره بسیار بده. ضمانت میکنی؟ البته که ضمانت میکنم. از خویشاوندای نزدیک ماست. او بچه مامای بچه کاکای برادر یازلی پدرم است.
بسیار نزدیک بوده. ما در قونیه یک خانواده بسیار بزرگ داریم. بسته یک منطقه به نام ماست، از او خاطر کمی به هم نزدیک هستیم. بسیار بچه خوب، خانواده متواضع، بسیار مردم خوب هستند. خوب دیگه، آفرین. انشالله بچه خدا نشان بده. حتما پدر، بسیار زیاد تشکر. خوب شدم به خدا، بیخی خوب شدم. آی نورتن، مال گوش خدا چه قسم بخورم. خدا توبه کردیم، توبه. این گوشم چرا خارش داره؟ توبه. حالا من چی کنم؟ نورتن! جمال بریم دیگه، بسیار ناوقت شده. گل راستش من درباره یک چیز میخواستم امروز گپ بزنم. درست است، بگو مشنوم. تو با کاموران گفتی که ما قبلا دندانای ما پیشکان جور کردیم. تو را قبلا هم میشناختی؟ آی نه خیر، ما روز کوشش کردم که کامورو نفریب بدم، یعنی به خاطر که دکتر اجازه بده. واقعا همونطور است؟ بله. البته وقتی کاموران برات گفته تو فکر کردی. تو به خدایا، راستش کاری کردم فکر کنه قبلا هم یکی دیگر رو میشناختیم. نه، من به این خاطر گفتم که تو قبلا گفته بودی او را نمیشناسی. بعدا وقتی تو گفتی برام عجیب معلوم شد. به هر صورت پشتش نگرد. میشه که بریم؟ درست است، بریم. اما بیبی کل جای ما ریک پر شده. بریم اول پایهای خدا بوشیم باز بریم. درست است؟ درست است. آی یا چقدر سرد است. بله، شبانه اینجا سرد می باشه. جمال اینجا بسیار مقبول است. ایره بیبی. از خاطر مهتاب است. تو هم تو فکر کن. درست است. چی میکنی؟ میگم سر ما نور مهتاب بباره. اما تر میشه. چی شده؟ از در شدن میترسی؟ نمیفهمم. تو نمیترسی؟ نه. اگه کاملا تر شدی؟ بله. خوب است، خودت میفهمی. دودو چی شده جانم؟ دودو شیرینه، چند دفعه برات گفته بودم پیش دروازه لباسا رو آویزان نکن. اینا رو که اینجا آویزان کنی فکر آدم که نباشه خیالت دست میکنه. ما اینا رو آویزان نکردیم. خیلی کی آویزان کرده زنکه؟ ما آویزان کردم پدر. به چی دلیل؟ دلیلش پرسام میکنی؟ دلیلش پدر دیشب دبه رفتیدم لباسایم تر شد. بله دبه رفتیدم کاملا تر شدم. بعدن آمدم اینا رو اینجا آویزان کردم. مادر تو بدن اینا رو باشی درست است؟ درست است بچه. ما دیگه میرم. چیزی میخواین؟ نه. خب پس ما رفت.
توبه. چطور بچیم؟ شام بیازو میرم به خونی از 3 روز نمی باشم. مدیر چی میگه؟ توبه رفیق بیبی 3 روز از رخصتی سال آینده استفاده میکنم. حق دارم. 3 روز کار دارم. مدیر چی میگه؟ بله. چی؟ ای بس به خدا که ای بس. من خامر اونجا هستم بیادر. آدم از حق رخصتی خود استفاده میکنه، با او چی میگی بچه‌م؟ چی؟ میگه 3 روز بعد اخراجش میکنم. درست است. تلفن قطع کو. تو به خدایا مردمای رزیل. ولی این بار کاملا تباه شدم. چی کنم؟ زغطه به خدا شوید. آمدم. دخترم این لباس به تو چقدر مقبول میگه؟ گفتم یک دفعه لباسای مردم اینجا را بپوشم. بخوشی بپوشی دخترم. گوش کنین براتون چی میگم. بعد از این نمیتونین تنها چکر بزنین. هر جایی که میرین مرون ببرین. درست است سیرینه، یک جای چکر میزنین. به نظر من بسیار خوب گپ است. اما من امروز میرم به زمینا. درست است دخترم، تو برو به زمینا. پیش از اینکه بمرم دا آخرای عمرم به مادر کلانتان جهیل خاک سر نشان بتین. درست است میریم مادر کلان موتر گله میگیریم، با هم چکر زده میریم، خستم نمیشی. دخترم تو چی میگی؟ من خوشاور دارم، او موتر داره. دخترم زنگ بزن به نیازی، او مرا میبره. دزم نواسای خودم همراه میبرم. درست است مادر کلان برش زنگ میزنم، باید ای کار کنه کم همسر خدا چکر بته همونطوری. آفرین دخترم. نیازی اگه دکان خراب کرده بودی گرم نزن احمد. محمد به خدا این هم درست شد. باید بته دستش. خب هم درست. بیار بته به ما بته. حالا زود شو. توبه. بیادر بسیار خسته شدی. کم کمک کنیم. بسیار خسته شدم دیگه. قبلا در دفتر میشیشم و کل روز مریضای دکتر دندان حساب میکردم. صدیق امو که بله لاسپیکر وصل کردی؟ بیادر وصل کردم. گوش کو تو موبایل چی میکنی؟ خدا میفهمد کدام احمق به تو زنگ موبایل مرا که دکتر جواب بده. اگه مهم باشه با شماره شخصیم زنگ بزن. تو را چی بگویم؟ یک دکتر بزرگ با خود سکرتر گرفتی. من قریه‌دار بزرگ چند روز است که سکرتری او را میکنم. کم او هم کار کنه دیگه. توبه. سکرتر خانه اگر نرد بگویی بهتر میشه. چه باشه؟ اینا رو بگی بچه. بگی بیادر دوسیار دبنش من. آهسته. یه چیز بیادر. من چون بیادر برام زنگ اومده. کی است؟ دکتر زنگ. نه بچه مونیس. بفرمایین نیازی گیتیگدا. بله آقا نیازی سلام. گوش کنین چی میگم. امروز مادر کلان ازتان خواست که با هم به چکر بریم. راستی؟ ها اما از شما خواست که با موتر بیاین و ما را ببرین. این کارا میتونین؟ بسیار خوب. درست است. همیشه آماده امرشان هستم خانم نهال. یک چند کار خرد و ریزه دارم، اونا رو که خلاص کردم باز میایم. چقدر خوب درست است. او صورت من به مادر کلانم میگم. پدر کلان جان با امید دیدار. بسیار زیاد تشکر. درست است. روز شما بخیر. روز بخیر. حالا دیگه عجله کنین، من بسیار کار دارم. توی دیگه بچیم حیاتی این بیرقم در جای مناسب میمونیم. درست است. عکسم بالای اون اسب. فهمیدی چی گفتم؟ سلام علیکم. چطور باشم؟ چرا این چکت بد است؟ اینا گپ شیرینی را که کشیدن کل نوشابه گازدار خلاص شد. خدا شما چشم گوش نارده خزب کنه. دیگه بچیم اینا رو بگی یک چای بیارم. نه سرم بسیار نابخ شده، باید برم. یک گیلاس. نه نمیخوایم. یک گیلاس گفتم نمیخوایم. ما نوشابه گازدار نوشیدن تام یک گلاس چای بگیرید. خیلی گپ است. درست است منوشم. صدیق برای من چای بیار. برو بچم کارایی که در بشی چای کتا بنوش. نوش جانم. دیشب خیرت بود، چرا نامدی؟ نتونستم بیایم. اما چرا؟ به خاطر که تر شده بودم. راست میگی بچیم؟ خدا صدا قسم خود گرفتار نکنه. اینجا تنها چی قسم میکنی؟ چیزی خاصه نیست. دیشب ما در بحر رفتیده بودم. دو باره میگفتیم. از او خاطر تو شد؟ خدا جان تو رو نگیره. چای کجاست؟ چای. 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 چای.
چی شده؟ ای چی است؟ خودت بهتر میفهمی. چی را بهتر میفهمم؟ نفهمیدم. اینا رو از طویل شما پیدا کردم. از طویل ما پیدا کردی؟ پرسانش خوب نیست، اما در طویل ما چی میکردی؟ پشت کامران میدویدم. باز اینا رو از طویل پیدا کردم، اما خالی. این مربوط به من است. خب چی کنیم؟ حال خلاص شد دیگه. او روز از من پرسان کرده بودی که این پروتئینا چی به درد میخوره. بعدن وقتی در زور بازو باختی تمام اینا رو گرفتی و خوردی، اما سر خود ظلم کردی. مقصد چی است؟ میخوای چی خودت بگی؟ بهتر میفهمی. حاشیه روی نکن، برام واضح بگو. میخوای بگویی که ما دوستی کردیم؟ نمیفهمم به خاطر توضیح دادن این موضوع دیگه از چه کلمه استفاده کنم. اگه از بین شما کسی میفهمه به من بگوید. ما تو را بسیار براتان بد است. شما آدمای کران هستین، نباید جنگ کنین. اوی چوچکک شوری رقم کوبیا. هلال چای قدر تیردم نکو. دخترم فکر میکنم کی نمیخورم. درست نوش جان کلتان. بخو بچیم. دودو بس ما زنگ بزن. پرسان کو که کامران پیدا شد یا نه؟ پرسان کدام خودم میفهمم، برش زنگ زده بودم. خوب دختر پیدا شد؟ نه به خدا، گفته که من خوب هستم اما پیدا نشده. میفهمی خوب شده که کامران نگرفتیم. خوب شد که نگرفتیم به خدا. اتو نگو بالاخره او دختر قریه ماست، پشتش گپ نزن. من سایکو اگه من تو یک دختر داشته باشم از سر کو پایین مندازمش، یعنی خود من. دخترم که گفتم تو یادم آمدی مسئله دندانت شد. امروز بازم میرم پدر. امروز بازم میری؟ ساعت چند بجه؟ گفت که ساعت 11 بجه بیایی. 11 بجه بیایی؟ درست است، برو. پدر من همراهش میرم، تشویش نکن. تو که باشیش تشویش نمیکنم جانم. خوب است، با خواهرت یک جای برو. والا نوتن چانس از دیگه مفتش آمدن به خدا کل رخصتی ما را فسخ کردن، رفتن به قونیه خود دور، حتی اجازه نمیتن کتاب بازارم برایم جانم. خوب است خیلی من به قونیه نمیرم، تناده اونجا چی کنم؟ نمیشه، تنها هم که باشی باید چرا پدر؟ ما چرا اونجا برم؟ او خوب بچه کاکای بنیامین است. بنیامین اونجا با ما یک خسران پیدا کرده، کامران به قونیه میتیم، اونجا عروسی میکنه. تو چی میگی یوسف؟ چیزی که شنیدی. تو برو با مردم معرفی شو، اونا را به قریه ما دعوت کن. من نمیتونم این کارا کنم پدر. باید این کارا کنی. یوسف مرا ببین، میخوای دخترم از پیشم دور کنی؟ زن چشمایت سر من نکش. دخترت دیده نمیشه، 24 ساعت شد. بیازو پیش از این به اندازه کافی بین مردم شرمنده شدیم. مرا ببین، اگه ما و تو نباشیم کی از کامران نگهداری خواد کرد ها؟ یازنش میکنه، خواه رو بیادرش میکنه. ما همه تو مناسب دیدم، همه خمیگم. بخز بچیم. بیا پدر. آفرین، چه رستی به خدا. خلا خدا جزای تو احمقه بته. دختر بیازو سوختیم، چرا میزنی؟ کلی کار از خاطر تو احمق شد. نه خیر، از خاطر ما شده. پدرم جوابت برات داد نورتن جان. تشکر پدر، ده سایت ماچ میکنم زنده باشی. چرا یه احمقی کار کرد؟ توبه توبه، خودنما، بی غیرت. دخترم از پیشم بسیار دور روان میکنه. مادر
یگان وقت ما پیشش بریم، یگان وقت او پیش ما میآید. دور نمیشه. نمیشه. شما مرا درک نمیکنین، مادر که شدین درک میکنین. شما در قسیمه نباشه. نورتنم، تو امشب سفر داری دخترم. برو لوازم خود جمع کن. مادر هیچ دلم نمیشه برو. با پدرت نمیتونم مخالفت کنم. پدرت هرچی بگویه همون تو میکنه. خواهر تو اونجا برو. بگو داماد هیچ خوشم نامد. بگو هیچ مناسب خواهرم نبود. باز پدرم قناعت میده. راست میگی دختر. خیلی تو میکنیم. حالا میریم لوازم خدا جمع میکنیم ها. مادر نشوش میکنیم. گریه نکن. اما دوستا، مگه ما جمال نمیشناسیم؟ میشناسیم. به نظرتان اوی کار کرده میتونه؟ ببینین دوستا، جمال قسم یک کار نمیکنه. مگه ما او رو از خورترکی نمیشناسیم؟ من جمال از هر لحاظ تضمین میکنم. اما دوستا، انسان از دیگه شیر خام خورده است. شاید شیطان فریبش داده باشه. حیاتی بچه، اگه تو باشی باور میکنم، اما ما درباره جمال گپ میزنیم. جمال علایالدین کاکا، بسیار متاسف هستم. من چرا دوای دکتر دزدی کنم؟ اینجا از عمکت جمال مشکوک است. شما او روز خودتون ندیدین؟ در مسابقه زور بازو هم شکست خورد. بچه‌م درست است. او روز کاموران و نورتن او را فریب دادن. گناه جمال نیستی را میفهمم دیگه. چی شده؟ درباره چی گپ زدم میرین؟ جمال میگم دواهای پروتئین دار دکتر دزدی کرده خورده. دکتر اینجا آمده بود. با جمال جنگ کرد. ما به سختی مانع جنگش شدیم. به سختی. توبه. به هر صورت ما او بوتلا را میخواستم. میتونم اونا را بگیرم؟ بگی 10 لیره. حکمت خداوند، این بوتلا ارزش ندارن. دلیلی چی؟ اگه نمیخوایی نگی. میگم 10 لیره. درست است بچه. دیگه 15 لیره. صدقه سر جوان. تلفن خدا در اینجا مانده. توبه، اینا خوب بسیار با هم نزدیک شدن. خدا کنه کاموران نبینه. سلام علیکم بیادارا. و علیکم السلام. علیکم السلام. نه نیازی، نه هوا بسیار مقبول شده. مقبول است، بسیار مقبول است. میتونم اینجا بشینم؟ بله بفرمایید، بشینید. چی گپ شده؟ چرا این قسم سعی میکنین؟ چی شده؟ نیک کاموران پیدا شده. کاموران چی شده؟ از خانه فرار کرده. توبه، کجا رفته؟ نمیفهمم. والا ما خو هیچ خبر نداریم. از اینجا یک اعلان خو بده. از اینجا یک اعلان بده، شاید دو دختر پیدا شه و ثواب داره. این امکان نداره، دختر در کل قریه رسوا میکنیم. اما دوستم وقتی که سلطان مادر گم شده بود اعلان کردی باز زود پیدا شد. نه نمیشه کاکا. اگه کاکا یوسف بیایه بگو اعلان بده بازو قسم میکنم. درست است. دزم به جایی که به او کاموران فکر کنی متوجه بچه خود باش. اسنو کاکا صبح در چایخانه جنجال بپا کرد. کدوم بچه؟ جمال جمال چی کرده؟ دکتر کان جمال به دزدی متهم کرده. چطور یعنی؟ اینا را جمال از خانه دکتر دزدی کرده. جمال اینا رو دزدی کرده؟ او تو یک چیز امکان داره؟ جمال کجاست؟ به مزرعه رفته. تو به خدایا. علایالدین بیادر، عثمان بیادر، شما پیش دکتر برین. متوجه او دکتر باشین. ما باید متوجه هر وضع و حالت باشیم. درست است؟ من بیرون از قریه میرم. ما متوجه هستیم. خداحافظ. میگین متوجه هستیم. خب برین دیگه. مردی که لذت میبرن بعد با پش میزنه و میگه که جونم دم کار خلاص شید. میگه ملائکه که میگه نه کار اکن شروع شید. اون نطفه که در رحم مادر گذاشته اون را کارکرد کردن در کار. خواهرم کاری نکنی که تلفن دستت تو را به دوزخ کشاند. از گناهانی که در آن صادر میکنی الله خبردار است. عاقبت آن خیلی خطرناک است. ای شام غریبی ناتوانم کردی، در ملک مسافری مکانم کردی.
از غربت و غم جان و دلم می سوزد. در حسرت یاری مهربانم کردی، در شهری غریبی خار و زارم آچه جان. خسته و بیچاره و آزرده حالم آچه جان. خانما صبح بخیر. ببینم که امروز از 25% زیاد شده یا نه؟ اگه اضافه شده باشه ما به اینا چی موسیقی های خودشون والا. چی کردین؟ نشخوار میکنین نه؟ صبح بخیر خانما، به نظرتان شیش زیاد شده یا نه؟ ای چی است؟ چی است؟ یعنی شیر ندارن. چطور یعنی؟ منظور گپت نفهمیدم. گل یعنی که شیر ندارن، یعنی که شیرشان خشک شده. نمیبینی خودت؟ ها شاید کدام کس دوشیده باشن. غیر از مادگه کی میدوشه؟ راست میگی. شاید پدرت صبح آمده باشه دیده که گواب تنگ هستن شیرشان دوشیده. نه خیر جانم، پدرم در خانه شیشته اینجا نمیایه. بر صورت بیا که دگاه رو ببینیم باز میفهمیم چی گپ است. بیا. خالیس. حالا چطور کنه؟ من نمیفهمم گل. جمال کدام کس گواره دوشیده شیرش دوزی نکرده باشه؟ نه خیر فکر نمی کنم. اگه بخواین دوزی کنن حیوان ها رو دوزی میکنن. یعنی حداقل اگه من باشم من تو میکنم. به نظر دوزی کرده باشن؟ نمیفهمم، باید حساب کنیم. صبر کن. تکمیل است؟ تکمیل است. دختر موی زرد، خورم، کلشان هستن. جمال. جمال پدرم است. بله. بله پدر. تو همراه دکتر جنگ کردی؟ جنگ کردم و بسیار خوبم جنگ کردم. به من دوست میگه. برای چی؟ او میگه قوطی دوایش در پشت طویل ما پیدا شده، از همین خاطر به من دوست میگه. توبه تو چرا دواهای او را دزدی کنی؟ هیچ. بچه تو چرا همراه هر کس جنگ میکنی؟ خوب کرد. اگه من میبودم من میکارم میکردم. شما نمیفهمین که جمال قسم یک کار نمیکنه؟ من میفهمم. خانم نواسه شما هم در جایتان باشین. کل اولادایم برم با ارزش هستن. جایگاه هر کدامشان خاص است، اما جایگاهی کاملا خاص است. جمال بعد از من رئیس خانواده تو هستی، فهمیدی؟ تو فهمیدی؟ تشکر پدر، بسیار لطف کردی. اما ما فعلا یک مشکل کلانتر داریم که هیچ فرصت نداریم درباره او دکتر مکتر فکر کنیم. چی شده؟ پدر صبح که آمدیم گوا شیر نداشتن، پستانهاشان کاملا خالی است. شیرشان خشک شده؟ نمیفهمم. بان ببینم. اینا چرا کلشان خو کردن؟ بخزید، گفتم بخزید. دختر شیرشان خشک شده، خشک کرده. کت موسیقیتان نه آزمایش کردین، گفتن که قسم شیرشان زیاد میشه. در روز اول شیرشان کم کردین، بعد از او شیر کلی حیوانا خشک شد. اما ببینین ما یک آزمایش. تو هیچ گپ نزن خانم، فهمیدی؟ من میفهمم این حیوانا از شماست، بله از شماست، اما ما از شیر اینا نان میخوریم. گپ ما گوش کنید. این موضوع در بین ما 3 نفر میمونه. هیچ کس نباید خبر شود. منتظر میمونیم تا شب، منتظر میمونیم و میبینیم که شیرشان زیاد میشه یا نه. هیچ کس نباید خبر شود. اگه نه بدبخت میشیم. کسی نباید خبر شود. فهمیدیم که کسی خبر نمیشه. اگه یک نفرم بشنوه بدبخت میشیم، تباه میشیم. فهمیده؟ هیچ کس نباید خبر نمیشه. چوب. پدرت چرا ایسو شده؟ ای خدا جان، در غضب شوید، منو دیوانه کردید. سر کاموران کدام بلای آمده؟
ملائکه آمده. وای وای چی میگی؟ خاله جون تو دیگه چرا گریه میکنی؟ از خاطر که کامران حیف شد گریه میکنم. تو خودم میفهمی که چی گفت شده، چرا نخ گریه میکنی خاله؟ یعنی چی که نمیفهمم؟ همیانه خود گفت دیگه چی بگویم؟ اگه یک دختر شب بیرون بانه سرش چی میایه من نمیفهمم. اما تو چی نفهمیدی خاله جان؟ چیزی که باید میفهمیدم فهمیدم خواهر. دختر زیاد اذیت کردن. چی را اذیت کرده؟ کامرانه دیگه. اما ما خود نمیفهمیم. چطور نمیفهمین؟ کامران تانوس پیدا نشده، هنوز معلوم نیست از کجا بخواه. از کجا میفهمی که سرش کدام بلا آمده؟ یوسف گفت. یوسف بیادر کلان آدم بدبخت شد به خدا. نه خیر خودش همه قسم میخواست. توبه خدایا توبه کردم خدایا. چو تو میخوایا چی میخوایا؟ گفت همو تو شوه. خدایا تو من صبر بده. صبر کن خاله دودو. ولی یاد خدا تو از گپای ما چی را فهمیدی ها؟ ای که کامران شب بیرون مانده و در سرش یک اتفاق بد آمده. یوسف بیادرم امرش گم شده. شرم کن دودو شرم کن. مادر به خدا جای شرمم. چرا دختر؟ من خودش نمیفهمم شما چی میگین. دیدی که دست پای میلرزه. معلوم دارد فهمیدن خوبان بسیار اشتباه فهمیدی. ای حقیقت برای بگو. یوسف میخوای کامرانه در خونیه و شور بده. نورتن وقتی در عروسی بره از میانه اقارب بنیامین داماده میبینه. دودو دخترم دمال که بیگانه عروس میشه. من چی خواهد از سرم کنم؟ خیون عروس من خونیه چی کنم؟ مادر راست دخترم. مادر جان پدر پرسان کو که چی شده؟ حتما ازت پرسان میکنم تو کجا گم هستی؟ صبر کن اینجا بیا گم شو. اوی مادر جان همت میفهمم. پدر جان صبر کن یک دفعه خود گپ ما بشنو. چی گپ شده ها؟ چی شده؟ صبر کن پدر جان. مرا بیبی ما به گپت گوش نمیکنم. تو در کجا بودی؟ در طویله جمال. بیادب مگه ما به تو نگفته بودم که دیگه اونجا نمیری ها؟ به از لازمی خاطر پس آمدم که کدام کسی مرا نبینه. من نمیفهمم مرا بیبی. حال همراهت میفهمم. اما پدر یک بار خوب پرسان کن که چی شده؟ چی شده ها؟ گوای جمال شیرشان خشک شده. راست میگی دختر؟ ها اون موسیقی خرابه که بشنوی فقط به جنگ کردن تو و مادرم میمانه. مرا بیبی گپ بیجان نزن به من توضیح بده. کاکا حسنو اومد. وقتی که خبر شد شیر گوا خشک شده گفت هیچ کس نشنوه. در بین ما 3 نفر بانه. آفرین به تو دختر. این حال برات آفرین میگم. حال تو را بخشیدم. حالا چی خواد کردیم جمال؟ راستش ما هم نمیفهمم. کاش که هیچ دی کار دخالت نمیکردم. بس از جانم لازم نیست خودم مقصر فکر کنیم. درست میشن شاید. تو شماره نواسه سلطان مادر داری؟ آها نه ندارم. خیلی از جماله بته. چرا؟ زنگ زده گپ میزنم در پالویش. درست است پدر. زود شو زنگ بزن. درست است پدر این حال زنگ میزنم. جمال تو چرا برام نگفتی که همراه دکتر جنگ کردی؟ راستش به تو نگفتم چون که فکر کردم با تو ارتباط نداره از او خاطر نگفتم. کی از خدا؟ کامران است. بله کامران. چطور هستی جمال؟ والا هیچ خوب نیستم کامران. چرا؟ با تو چی؟ نکنه گواره کدام چیز شده؟ به نظرم این دختر خبر شده. چطور؟ چه قسمی؟ چه قسمیشو نمیفهمم باش پرسان کنم. نه خیر گواه کلشان خوب هستن. حتی هر کدامشان دستایت هم میبوسه. حتی یکیشان هم برات سلام هم میگه. ها خوب است. از طرف ما سلام برسن.
یک دهاتی را یک دهاتی درک کده میتونه. اگه فریب یک شری را بخوری و به گپای و اهمیت بدی حتما شیر گوا خشک میشه دیگه جانم. واقعا معلوم میشه که دختر از کل چیز خبر داره. امکان نداره. جدی میگی؟ توبه نمیفهمم چی میگه. باش پرسان کنم. بله کامران چی میخوایی؟ آشی روی نکو. پدرم میخوای همراه گپ بزنه به اون میتون. جمال بچیم. بله یوسف کاکا. گوش کو. خانم گل در پیشت است. خانم گل؟ پیشم است. برش بته که همراهش گپ بزنم. ای نمیتونم. کاکا یوسف همراهت گپ میزنم. به خاطر چی؟ نمیفهمم خودت پرسان کن. چی میگه؟ بله بفرمایید. خانم گل سلام. ما در اینجا در سر زمین ها منتظرتان هستیم. نه خیر من امروز آمدن نمیتونم. یک وقت دیگه. درست است. رئیس خودت هستی. ما همیشه در اینجا منتظرتان هستیم. خوب روز خوش. معلوم نیست که رئیس هستی یا ما را غرق میکنی. آی پدر بسیار عالی گفتی به خدا. چوب شو دختر. وقتی که برات روی دادم مثل پشک داریم بالا نشو. بیایی طرف. بیا بیا گم شو. بیایی کج بله بگی. زود شو بگیرش. زود شو بگی. کارش رو کو. چوب باش کار کو. زود شو. درست است. زود شو. چی میگفت؟ چی به مزرعه دعوت کرد. در مزرعه دعوت کرد؟ چرا؟ چرا که قرار بود امروز به مزرعه برم اما به جوش به طویل آمدم. خوب کردی. چی کنم من؟ چی گپ شده؟ بند شده؟ تو سعی کتو در این وقت مرمیزی خلاص شد. نیازی شوهر جانم. بله سلطان مادر. تو نامزات مستی همه تو نیست؟ نه همه تو یک گپ است. یعنی چی که همه تو یک گپ است؟ درست از جانم زود قار نشو. همراه شوخی میکردم. وقتی تو نامزات مستی چطور تا امروز مرا هیچ به تو جایا ناوردی؟ تو هیچ نمیفهمم کارش چی بگویم. راست میگه. قندم تو چطور تو امروز مادر کلان ما را به این قسم جایا ناورده بودی؟ قندم گفت ای پدر کلانت میشه. قنده چی؟ برش بگو پدر کلان. سلطان مادر لطفا. ما اینجا را زیاد بلد نیستم جانم. بار اول شما خوب قریه‌دار هستین چطور بلد نیستین؟ راست میگه تو قریه‌دار نیستی شوهر جان. بیبی ای خورترک چند روز میشه که آمده از اینترنت پیدا کردم. تو هم پیدا میکردی. من سیاستمدار هستم. همیشه در خدمت مردم هستم. در جایی که مردم نباشه من چی کار کنم مادر جان؟ من در جایی میگردم که رأی داشته باشه. فهمیدم. باور کردم پدر کلان جان. لطفا حداقل شما بهتو نگوین. همه تو مثال دادم دیگه. مثال چی؟ یعنی واقعیت گفتی. حقیقت. بفرمایید رسیدیم. بفرمایید. آمدم سلطان مادر. آمدم صبر کن. بفرمایید خانما. بله میبینین شما رو به مالدیف آوردم. اینجا ماردین از نیازی جان. ماردین نه سلطان مادر. مالدیف یک جای بسیار دور است. بسیار یک جای مقبول است. بسیار مقبول. اما تو نیست مقبول نه فوق‌العاده است سلطان مادر. منظره ربیبی رنگار ربیبی. بله منظره. خانم جان کی فرق میکنه؟ شما اینجا پاچه. خانم نیا زود بیاین که شما فایر نکنه. خانم نیالی طرف بیاییم. ما متوجه شما هستم تشریش نکنیم. فهمیدین؟ شوهر جانم که مرمی نخوری. من متوجه هستم. ای خدا ما رو نجات بده. چی؟ که جنگ جهانی سیام شروع شده. ای خدا جان ما داخل جنگ شدیم. خانم نیالی طرف در پشت سرم باشین. در پشت سرم. در پشت سر هستیم سلطان مادر.
خلاص شد بخیال مساس شدم. خلاص شد وارخطا نشین. کسی وارخطا نشه. آرام باشه. آرام باش نیازی جان، آرام باش. برو از نزدیک بیبی که ده اونجا کی است؟ درست است، من میرم. باید یک بار ببینم. درست است. برو دیگه. هلا نیازی برو. خزیده برین لطفا متوجهتان باشید. شما هیچ تشویش نکنید. من یک بار میرم و میبینم. اگه پس نمدم شما حقتانه ببخشین خانم نال. خواهش میکنم. متوجه خودت باش. نمانی شوهر جانم نیازی جان. خزیده برو. خزیده متوجه خودت باش شوهر جانم. متوجه باش. به خدا که جنگ شروع شده. ما به کس غرض نگرفتیم. ما چی کردیم؟ شما کی هستین؟ تو کی هستی؟ ما قریادار گزارکوی هستم. نیازی هستم. ما دوستتان هستیم. دوستی برادری سال. ما دوستتان هستیم. نه نیازی. مستم. کمال. تو هستی؟ مستم. خدا تو را در غضب خود گرفتار کنه. آدم لوده اینجا بیا. گفتم اینجا بیا. تو دیوانه هستی. میکشمت. سلام. سلام میتی. تو با من سلام میتی. سلام قندولک. ما حالا میفهمم هم چی کنم. بس نیازی مادر کلمتر که مردای استخوانات باید میکشش. بس است. الهی شوهر جان الهی من او را میکشم. تو از قریه آمدید اینجا منو فیر میکنی الله خدا تو را در غضب خود گرفتار کنه. عصبانی نشو شوهر جان. روز کلتان خوش. یوسف کاکا خوش آمدی. زنده باشی. صدیق بیا. برام یک قهوه آماده کن. شیرین باشه. قهوه آماده میکنم. اما اول میخوایم یک چیز پرسون کنم. چی گپ شده؟ همین که کاموران از خانه فرار کرده. اینا کی گفته؟ آقا اسنو برای ما گفت. او از کجا خبر شده؟ به خدا او را نمیفهمم، اما خبر شدم که کاموران فرار شده. دروغ است. برای تغییر دادن موضوع گپ گفته فهمیدین؟ به کدام موضوع؟ گوای او شیرشان خشک شدن. توبه. راست میگی؟ بله، از خاطر که شیر گوایش خشک شده او هم به خاطری که موضوع را تغییر بده در مورد کاموران دروغ گفته. اما کاری که سیاست مدارا میکنن اما وقتایی که خودشان زیر فشار هستن به خاطری که موضوع را تغییر بدن موضوع را دور داده به جان دیگه کس میزنن. توی اسنوکا کار دیمی به خدا دارم. کی است؟ پلیس آمد؟ ما خود کدام کار نکردیم. خیر ما خواهم اینجا ششتم دیگه. قماندان صاحب معذرت میخواهیم آقای یوسف، ما تا هنوز هیچ نشانی از دخترتان پیدا نتانستیم. کدام دختر؟ کاموران دیگه. دیشب اومدن گفتن که گم شده. نخندن. بله گفتم اما کاموران در مزرعه کار میکرده، بعد از او به خانه آمده. حتی اگه باور نمیکنین برین ببینین که تا هنوز در مزرعه کار میکنه یا نه. چرا با ما خبر ندادین؟ ما را چهار طرف سرگردان ساختین. چیز است پیدا شد دیگه، از او خاطر گفتم به شما زنگ زدم مزاحم آرامش شما نشم. معلوم است که کارهای دولت آسان نیست، از او خاطر نخواستم مزاحمتان شوم. خب خیلی درست است، مهم نیست، اما بار دیگه تکرار نشه. نمیشه بار دیگه تکرار نمیشه. درست است. روز کلتان بخیر. بخیر برید صاحب. دولت و پایدار داشته باشه. بله داشته باشم. گفتی که سیاست مدارای گاناخی کارا میکنن. خنده نکنین که اعصابم خراب میشه. تو تا هنوزم خنده داری لعنتی. خوش آمدی جانم. تو را چی شده مرد خانه؟ از ستون خانه؟ نفس خانه؟ خوب نیستم شیرینم، خوب نیستم. بیا مرا بغل کن. چی شده؟
بازم دلت میخواد که گریه کنی؟ بله کم مونده گریه کنم. با ما بگو چی شده؟ گوا شیرشان خوش شده. توبه چی وقت؟ از صبح تا حال یک قطره شیرم ندادن. منتظر شب هستیم. برشان دعا کردم خدا کنه که اثر آه مردم گرفته کل اینا از او خاطر میشه کار خداست. آه کی گرفته؟ کاموران دیگه. کاموران؟ دختره نگرفتیم ضرر کردیم. آل پدرش میخواه که او را ده قونیه بشور بته. کامورانه؟ نه دختر قریه ما را به قونیه میته. بنیامین کدام تار از اقاربش پیدا کرده. دلاله. تمام این بدبختی از می خاطر شده. دل دختره شکستان. بیبی چی رقم شد؟ وای 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 وای. بانش همینجا همینجا. بله اینجا بیا پدر. چی میگی؟ پودرهای دکتر بود نی؟ چوب شو. ما برات نگفتم که در هر جایی را یاد نکو. دکتر فکر کرده که اونها را جمال دزدی کرده. باز رفته در چایخانه همراه جنگ کرده. راست میگی؟ به خدا؟ الله با یک تیر دو نشان زدیم. بیا که بریم. جانش زدیم. نورتن چشمایت صدقه شام. فقط بویی که میلی بس درست است آمد مای. تو به خدا سربود سوی پدرم ماچ کنم. بطی با خیر بری. خداحافظ کمال. خدایا خواهر مواظب خود باش. ما رفتیم دیگه. برو دیگه. بخیر بری دختر. بای بای. خداحافظ. آی یازنیم همراه خواهرم رفتن؟ رفتن. اوف گیرشون نتانستم. قند پنیری میخواستم. حال قند پنیری رو بان. ما برای تسکونیا یک سورپرایز بسیار خوب دارم. کارا تمام کردی؟ ها تمام کردم. چه قسم سورپرایز پدر؟ دختر نامش سورپرایز است دیگه. بعداً میگم. حالا بیا 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 بیا. باید پیش سلطان مادر بریم. بیا. بسیار خوش گذشت. نیازی بعد از این مرض زود برم تو جایا. تشویش نکن. بعد از این تو را همیشه با چکر میبرم سلطان مادر. آقا نیازی به خاطر هر چیز بسیار تشکر. شب خوش. خواهش میکنم قابل نداشت. من در خدمتتون هستم. شب بخیر. نه خیر دختر تو هم همراه ما بیا. هرچی خدا داد یک جای میخوریم. بیا بیا. راست میگه شما بفرمایین بیاین داخل. حالا که زیاد اصرار میکنیم میایم. موتر پارک میکنم و میایم. درست. صبر کن مادر کلان جان ما باز میکنم. باز شد. خواهر اما زود پس میایم. درست است جانم. سلام. مرا به یاد آوردین؟ دختر مرغابیدار هستی. سلام. یک چیزم میپرسم. در بیرون از قریه دریاچه خاکستر است. اونجا را بلد هستین؟ نه خیر بلد نیستم. عجیب است به خدا. هیچ کس بلد نیست. درست است. اما تو چرا این قسم دویده میایی و اینا را از من پرسان میکنی؟ من نمیفهمم. چرا که اگه او دریاچه را میدیدی میفهمیدی که رنگ چشمای تو با رنگ او عین چیز است. واقعا؟ خب مرا چی؟ من میرم. شبت خوش. من برایتون کمک کنم. گیلس ای طرف شب بخیر. شب بخیر یوسف. شب بخیر. مرا بیبی خوشوی تو را دوست داشته. ما هم همیاله میخواستیم نان بخوریم. نه من نان نمیخورم. بسیار تشکر. هیچ زحمت نکشین. همراهت گپ میزنم سلطان مادر. گوایت شیرش خشک شده سلطان مادر. تو چی میگی؟ چی؟ ها حتی امروز نواسیتم در طویله بود. امروز میخواست به مزرعه بره. تمام روز منتظر ماندم نامد.
مام گفتم برش زنگ بزنم، زنگ زدم، گفت که هیچ خسته آمدن نداره. گفت شاید دیگه وقت بیایه. حالا هم در طویله همراه جمال پستانای گواره میبینن. نیازی حالا حرکت کو، بخی مرا با طویله ببر. بیا میبرم. زود شد. میبرم سلطان مادر. بخیز دیگه. بیا که من دستتا بگیرم. ای خدا جان. خب دیگه شبتان خوش. ما رفتیم. خداحافظ. شب خوش. خدای من توی حال بیبی. جمال بچیم شیرم با من یک خبر خوش بده. پدر کاش که خبر خوش می بود. خبر خوش نیست. گوانوز شیرشون خشک است. بله هنوزم خشک است. چطور است که یک دکتر حیوانات بخوایم؟ فیسش هر چه قشه و من پرداخت میکنم. پرداخت میکنی؟ بله پرداخت میکنم. نه امکان داره. دکتر میتونه این مشکل حل کنم؟ میتونم. حل نمیتونم. سلطان مادر سالا شده که من تو را در اینجا ندیدیم. خوش آمدی. بته دست تماس کنم. از تو پرسان میکنم اسنو، عاقبت فریب دادن سلطان مادر چی است میبینی؟ فریبت دادیم. گاوا شیرشان خشک شده، اما تو چی میکنی؟ فکر که در روان هستی که دکتر بخوایم میانه، اما تو نیست. مغز شما هیچ کار نمیکنه. صدانه گو چطور مریض شدن بگو. پدر مرداری خو کدین، حالا چی قسمی پاکش میکنی؟ اما سلطان مادر گفتم چو باش. همسر عزیزم کم آرام باش. تو هم گپ نزن. قارم که بیاید در قصه تو هم نیستم. خب حالا این مسئله را چطور حل میکنین؟ شما همه قسم هیچ کار نکنین. باز من ایره از شما پرسان خواهد کنم. مادر کلان کل چیز از خاطر من شده، به خدا راست میگم. گفتم گپ نزن. من خو هیچ گپ نمیزنم. میبینی نه سلطان مادر؟ نمیزنی؟ نمیزنم. حالا خوب گپ زدی؟ کم گپ خود زدم. گلسوم تو خو گفتی که اینجا نمیایی دخترم. من دروغ گفتی؟ ای براتون یک درس میشه. کل گواره به کشتارگاه روان میکنم. کلشانه. یعنی چی که به کشتارگاه؟ به کشتارگاه؟ به کشتارگاه. اینا را روان میکنم که حلال کنن. پرورش حیواناتم بس میکنم. هر چی میکنی او را خودت فکر کن. اسنوی گساله. مادر کلان که لذت میبرن بعد با پش میزنه و میگه که جونم دم کار خلاص شید. نیکی ملائکه که میگه نه کار اکن شروع شید. اون نطفه که در رحم مادر گذاشته اون را کارکرد کردن در کار. خواهرم کاری نکنی که تلفنی دستت تو را به دوزخ کشاند. از گناهانی که در آن صادر میکنی الله خبردار است. عاقبت آن خیلی خطرناک است. ای شامی غریبی ناتوانم کردی، در ملک مسافری مکانم کردی. از غربت و غم جان و دلم می سوزد، در حسرت یاری مهربانم کردی. در شهری غریبی خار و زارم آچه جان، خسته و بیچاره و آزرده حالم.